در جامعه جاهلیت سرشتی که زور بازو و قلدری حاکم است، اسلام آوردن مردان نیرومند و با شهامت و دلیر میتواند معادله قوا را برهم زند. تصویر دردناک شکنجه و آزار مؤمنان پیامبر خدا را به شدت می آزارد. ایشان بسیار تلاش داشتند تا افراد نیرومند چون ابو جهل یا عمر بن الخطاب که از موقعیت کلیدی در شهر مکه برخوردار بودند را به جبهه اسلام بکشانند تا سپری باشند در مقابل زورگویی مشرکان مکه. بدون شک افرادی در گوشه و کنار مکه بدین نتیجه رسیده بودند که دعوت نبی رحمت صلی الله علیه و سلم بر حق است، ولی صدای آه و ناله مؤمنان در بند جرأت تصمیم گیری را از آنها سلب نموده بود. ایمان افرادی نیرومند و نامدار می توانست این ترس و دلهره را از آنها بزداید و جبهه قریشیان را تضعیف کند. ایمان حمزه در آن فضای خفقان روزنه امیدی را به سوی مسلمانان باز کرد. سالهای بعد از دعوت علنی، یعنی از سال سوم به بعد، در مکه مکرمه برای مسلمانها سالهای سختی بود. مشکلات روز به روز بیشتر و بیشتر می شد و در یکی از این روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار تپه صفا، اون گنبدی که سمت راست تصویر می بینید، سمت چپ بنده، رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول عبادت بودند و گذر ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و سلم افتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف ابو جهل مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین‌های زیادی کرد، به رسول الله صلی الله علیه و سلم اهانت کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مورد آزار و اذیت قرار داد. کنیزی از عبدالله ابن جدعان این جریان رو مشاهده کرد. از اون طرف حمزه عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم که 2 سالی تفاوت سنی داشت با ایشون و بزرگتر از ایشون بود، و از طرف دیگری برادر رضاعی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بود، از شکار برمیگشت از صحرا. حمزه شکارچی مشهور، جوان شجاع و غیور مکه مکرمه، اون انسان با غیرت و با شهامت، در حال برگشت از شکار و ورود به مکه بود. حمزه عادت داشت وقتی که از شکار برمیگشت تا به طواف کعبه نمی پرداخت، به سراغ خانه و خانواده نمی رفت. در کنار طواف کعبه گذری هم بر مجالسی که اطراف کعبه داشتن قریشیان و اهل مکه می انداخت و با اونها صحبتی می کرد. در این میان وقتی که صحبتهای کنیز عبدالله ابن جدعان رو شنید که ای ابو عماره، تو نبودی و نشنیدی که ابوالحکم ابن هشام، همون ابو جهل، چه چیزهایی که به برادرزاده تو گفت، چه اهانتهایی که به او نکرد، چه حقارتهایی رو که روا نداشت در حق برادرزاده تو و او رو مورد آزار و اذیت قرار داد. حمزه از شنیدن این سخن بسیار آشفته شد، بسیار عصبانی و خشمگین شد. یک جوان غیرتمند، یک جوان شجاع، یک جوان با عزت نمیتونست که تحمل بکنه و ببینه که ابو جهل به برادرزادش توهین میکنه و حرکت کرد به سمت ابو جهل تا اینکه اون رو در یکی از مجالسی که اطراف کعبه نشسته بودن پیدا کرد و رفت و همین که ابو جهل بلند شد تا از او استقبال بکنه، با کمانی که داشت بر سر ابو جهل کوبید و زخم شدیدی در سر او به وجود آورد و گفت تو به چه حقی به برادرزاده من اهانت میکنی و توهین میکنی در حالی که من زنده‌ام هنوز، در حالی که من به دین اون در اومدم،
چگونه به برادرزاده من توهین میکنی در حالی که من مسلمان شدم، یکی از پیروان اون هستم. حمزه تا قبل از اون هیچ جا اعلام نکرده بود اسلام خودش رو و خبری از اسلام حمزه نبود. گویی که الله تعالی میخواست این حادثه، این اتفاق برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار صفا به وجود بیاد تا حمزه مشرف به اسلام بشه، تا این سببی بشه برای تحریک حمزه در دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم و در جاری شدن ناخودآگاه این کلمات بر زبانش در دفاع از رسول صلی الله علیه و سلم. ابو جهل مات و مبهوت، اطرافیان همه در حیرت. حمزه ادعای اسلام میکنه. چگونه تو به او توهین میکنی در حالی که من به دین اون در اومدم؟ برادرزاده من، برادر رضایی حمزه است صلی الله علیه و سلم. ابو جهل وقتی که این صحبت ها رو شنید، اطرافیان بنی مخزوم خواستن دفاع بکنن، طایفه ابو جهل. حمزه گفت اگر میتونی که از خودت دفاع بکنی، اگر میتونی که تو هم به من حمله بکنی، این کار رو بکن. بنی مخزوم قصد داشتن تا بیان و از ابو جهل دفاع بکنن و به حمزه حمله ور بشن. ابو جهل به این امید که شاید هنوز هم فرصتی باقی باشه تا حمزه رو پیش خودش نگه داره و از ملحق شدن حمزه به رسول الله صلی الله علیه و سلم جلوگیری بکنه، با وجود اینکه زخم شدیدی در سر داشت، با وجود اینکه مورد اهانت قرار گرفته بود، باز هم گفت بگذاریدش، اون کاری نداشته باشید که من برادرزاده اون رو مورد اهانت قرار دادم و سخت به برادرزادهش توهین کردم. تلاش های آخر ابو جهل به خاطر اینکه حمزه رو کنار خودش نگه داره. بعد از اون حمزه گفت یا الله، این جمله‌ای که بر زبان من جاری شد اگر جمله حقی است، اگر جمله درستی است، اون رو در مکان خودش قرار بده. یعنی اگر واقعا محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده تو، توفیق ایمان رو به من نصیب بکن و اگر این گونه نیست، این رو فقط بر همون زبان نگهدار. و بعداً حمزه وقتی به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم شرفیاب شدن و این جریان رو عرض کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان ایشون رو تبریک گفتن و حمزه به جمع مسلمین پیوست. و مسلمین بعد از اسلام حمزه، بعد از داخل شدن شیری از شیرهای خدا در روی زمین، بعد از اینکه یکی از پهلوانان بزرگ قریش، یکی از جوانان غیرتمند قریش به اسلام وارد شد، در تاریکی های مشکلات، مصائب، چراغی روشن شد برای مسلمین. ستاره‌ای درخشید در آسمان شکنجه ها و آزار و اذیت مشرکین مکه بر امت اسلامی در مکه مکرمه. بعد از اسلام حمزه، اسلام دیگری هم این شادی و این شادمانی رو برای مسلمین بیشتر کرد. فرمانده دیگری، انسان غیور و شجاع دیگری به دامن اسلام پیوست و این شادی مسلمانان رو افزود و غم و اندوه مشرکین رو بیشتر کرد. در سال ششم بعثت بود. چهره مکه کم کم دگرگون می شد. بیش از 40 نفر از جوانهای مکه از خانواده‌های مختلف اسلام آورده بودند. هنوز اسلام فعالیتش زیرزمینی است، اما 3 روز پیش حمزه مسلمان شد. عمر جوان مردی از جوان مردای مکه که مسلمان ها از دستش چه شکنجه ها و عذاب ها که نچشیدند، به این نتیجه رسید که هر چه در مکه روی میده از زیر سر محمده. تنها راه رهایی از این دگرگونی ها و از این تلاطم و از این بحران و چالش ها زدن سر محمد است. عمر میدانست که کشتن محمد مصطفی یعنی شوریدن بنی عبد مناف، بنی زهره و بنی هاشم، یعنی خودکشی. اما عمر به خاطر اون تعصباتی که داشت میخواست جانش را فدای خدایانش کند. خشمگین و عصبانی حرکت کرد تا محمد را هر جا که هست بیابد. در راه که میرفت، نعیم ابن عبدالله، یکی از مسلمانان تازه، جوانی دید که عمر شمشیر به دست، رنگ پریده، عصبانی دارد
جایی می رود. آمد گفت عمر به کجا؟ گفت می روم سر محمد را بکنم. نعیم پریشان شد. عمر عزم قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم را دارد. دست باچه گفت که چطور میشنوانم جلویش را بگیرم. گفت عمر میدانی قتل محمد یعنی خودکشی؟ میدانی اگر محمد را بکشی بنی عبدالمناف یک لحظه نمیگذارن تو در روی این زمین راه بروی؟ عمر از این جوانک تعجب کرد. گفت مثل اینکه تو هم گمراه شده ای. نعیم دید که نه اینطوری نمیشه، جلوی عمر را گرفت. گفت عمر مثل اینکه از زندگی خودت سیر خورده ای. حالا که چون این است تو را چه کار به محمد؟ تو خانواده خودت رو به پا مرد. خواهرت فاطمه مسلمون شده، دامادت پسر عمود سعید ابن زید مسلمون شده. بابا تو خونه خودتو بگیر، محمد رو بذار جای خودش. عمر دگرگون شد، سرش سود کشید. یعنی چه؟ خواهر من فاطمه بنت خطاب گمراه شده؟ داماد من سعید ابن زید پسر عموم گمراه شده؟ گفت من نمیدانم، اما ظاهراً به دین محمد پیوستند. عمر راهش رو عوض کرد و رفت به طرف خانه فاطمه خواهرش. نزدیک خانه که رسیده بود صدای زمزمه‌ای شنید. در خانه خباب ابن عرط معلم قرآن آمده بود برای کلاس‌های خصوصی، برای درس خاص فاطمه و سعید رو قرآن یاد میداد. سوره طه رو با هم میخوندند. تا صدای عمر شنیده شد خباب فوراً خودش رو یک جایی پنهان کرد و فاطمه هم اون قرآنی که دستشان بود اون رو در زیر لباسش پنهان کرد و اومد در رو باز کرد. بله به عمر جان خوش آمدی. عمر عصبانی، شمشیر به دست، رنگ پریده گفت صدای چی بود که میشنیدم؟ گفت هیچی، من داشتم با شوهرم حرف میزدم. گفت نه، شنیدم که شما مسلمان شده ای. سعید جلو آمد و گفت عمر جان یکم بیاندیش، اگر حق در دینی غیر از دین تو بود اون وقت چی؟ عمر با شنیدن این حرف شعله‌ور شد و زد به سعید ابن زید و شروع کرد به زدن اون. فاطمه دید که شوهرش رو داره میکشه. آمد جلوی برادرش رو بگیره که عمر چه کار داری میکنی؟ عمر سعید رو رها کرد و زد فاطمه رو. از این ور مشت، از این ور سیلی و خون از چهره فاطمه فواره زد. برای یک مرد، یک جوان در اون زمان خیلی خیلی عیب بود که زنی رو بزنه. در جنگ ها وقتی که مقاتل می اومد و شمشیر میکشید و احساس میکرد که طرف مقابل زنیه، شمشیرش رو برمی داشت، خجالت میکشید که یک زن رو، خیلی بد بود. عمر با دیدن خون بر چهره خواهرش کلاً عوض شد. من چه کار کردم؟ من چه کار دارم میکنم؟ کمی به خودش فکر کرد، گفت که خب شما چیزی رو میخوندید؟ برید که من بخونم ببینم چی نوشته توش. فاطمه چشماشو گذاشت تو چشمای عمر و گفت نه هرگز، تو نجسی، ولا یمسه الا المطهرون. این کلام پاک الهی است و جز پاکان به اون دست نمیزنن. برو خودتو بشور، غسل کن، لباس تو تمیز کن، بیا. عمر از این رشادت، از این مردانگی در خواهرش تعجب کرد. این چه دینی است؟ چه درست کرده؟ کسی نبود که به عمر بگه بالای چشت ابرو. امروز خواهرش چون این جلوی رویش میسته. تعجب کرد، گفت چشم. رفت و دوش گرفت و اومد. گفت حالا بدید. و گفتن نه تو قرآن رو پاره میکنی. گفت قسم به خدایان که دست بهش نخواهم زد. و شروع کرد به خواندن سوره طه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفت چه نامهای زیبا و برازنده‌ای. رحمان
رحیم، بخشاینده و مهربان، این کیست؟ بعد شروع کرد به خواندن سوره طه. عمر دگرگون شد، عجیب سخنانی است، و به ناگاه گفت که مرا پیش محمد میبرید. خباب که در طول این مدت خودش رو پنهان کرده بود، نمیدانست چیکار کنه، یک هوب پرید بیرون، گفت عمر خدا سوگند، من پیامبر رو در زیر صفا، در آنجا در زیر صفا دیدم در شب پنجشنبه که دعا میکرد که خدایا بار الها اسلام رو عزت ببخش به وسیله عمر ابن خطاب یا ابوالحکم. شاید تو مصداق دعای پیامبر باشی، برو زودتر قبل از اینکه ابوجهل بره و اسلام بیاره. و دست عمر رو گرفت، گفت بریم، من میبرم تو رو پیش پیامبر. آمدن در جایی که دار ارقم بود. دار ارقم تقریبا در اون محوطه بود، اون محوطه‌ای که الان اون ساختمان بزرگ روشه. اومدن در دار ارقم، تعدادی از مسلمان ها که در اون زمان تقریبا 40 نفر میرسیدن، در اونجا داشتن با پیامبر قرآن میخواندن. تا صدای عمر شد، همه مسلمان ها یک طرف اون طرف خودشون رو در خونه پنهان کردن. یکی آمد از سوراخ در نگاه کرد و اومد گفت عمره. حمزه اونجا بود. گفت عمره یعنی چی؟ هیولا که نیست، در رو باز کنید. اگر گفت شمشیر دستشه، گفت اگر برای امر خیری اومده قدمش رو چشم، اما اگر نیت بدی داره به خدا سوگند با همون شمشیر خودش سرش را میزنم. در به سوی عمر باز شد. عمر آمد داخل خانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برخاست، گلوی عمر را گرفت، محکم فشار داد، گفت ای عمر، کی میخوای از عقلت استفاده کنی؟ وقتی اون نرسیده که بدونی که لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست مگر خدای یکتا؟ عمر سرش رو به زیر انداخت و گفت بله یا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک یا محمد رسول الله. پیامبر خوشحال شد، مسلمون هایی که در خانه بودند خوشحال شدند، همه نعره تکبیر سر دادند، الله اکبر. صدای تکبیر در فضای حرم کعبه پیچید. مردمی که قریشیانی که دور و بر کعبه نشسته بودند وحشت کردند، چی شد؟ این صدا از کجا اومد؟ و اینطور عمر مسلمان شد. با اسلام حمزه و عمر در اواخر سال 6 روحیه مسلمانان تقویت یافت و ابرهای تاریک ترس و وحشت از آسمان زدودن گرفت. ابن مسعود رضی الله عنه میگوید تا وقت عمر ایمان نیاورده بود جرأت نمی کردیم کنار کعبه نماز بخوانیم و از روزی که عمر اسلام آورد ما احساس عزت و کرامت می کنیم. با اسلام این دو ابرمرد نامدار خورشید تابان اسلام از خانه ارقم سر برآورد و مؤمنان توانستند به صورت آشکارا دعوت خود را به مردم برسانند و به دور کعبه طواف نمایند. اسلام این دو ابرمرد نامدار پتک محکمی بود بر سر مستکبران قریش. به یک آن خود را در مقابل واقعیت بسیار تلخ یافتند. با خود اندیشیدند که ادامه شکنجه و آزار و اذیت مسلمانان در بند با وضع جدید میتواند برای آنها پیامدهای ناگواری داشته باشد. قریش تصمیم گرفت با استفاده از مال و ثروت هنگفت خود به گونه‌ای با محمد کنار آید تا مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر نگردد. عقل‌های کوچک مشرکان قریشی نمی توانست درک کند که تمامی دنیا
در چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش ندارد، چرا که او به آخرت چشم دوخته است. بعد از اسلام عمر و حمزه و تغییر و تحولاتی که در مکه به وجود آمده بود، قریش دید که باید با مسلمان ها به طریقی کنار آید. دیگر فرصت آن نیست که 60 نفر مسلمان را، تعداد مسلمان ها در این وقت از 60 نفر هم گذشته بود. قریش به این فکر افتاد که باید با نرمی و با مذاکرات به طوری با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کنار آید. عتبه ابن ربیعه ابوالولید پیش سران قریش آمده و گفت که اگر اجازه بدهید من میروم با محمد سخن میگویم و پیشنهاداتی عرضه میکنم، هر پیشنهادی را که پذیرفت قبول میکنیم و با او کنار میاییم. سران قریش که از جایگاه عتبه مطلع بودند قبول کردند و گفتند برو، هر اتفاقی که شما با هم به توافق رسیدید از نظر ما قابل قبول است. عتبه آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و گفت ای محمد، شما از خاندان بسیار عزیز و شرافتمندی در بین قریشیان هستید و در نزد ما جایگاه خاصی دارید، اما این چیزی که شما آورده اید واقعا برای ما غیر قابل تحمل است. شما در بین ما در شهر مکه تفرقه انداخته اید. شما دین نیاکان و پدران ما را زیر سوال برده اید و آنها را کافر معرفی کرده اید. بیا و با ما کنار آییم. اگر شما این کارها را میکنی تا ثروت و جاه و مقامی به دست آوری، ما از بین خودمان آنقدر ثروت جمع میکنیم در اختیار شما قرار میدهیم که شما ثروتمندترین مرد قریش و ثروتمندترین مرد عرب شوید. اگر هدفتان این است که سردار و کدخدا شوید، ما شما را سردار و کدخدای خود میکنیم و به خدا سوگند هیچ کاری را انجام نخواهیم داد مگر با اجازه شما. و اگر میخواهی پادشاه شوی، شما را پادشاه عرب خواهیم کرد، همه ایمان اتفاق خواهیم کرد و شما را به فرمان روایی و پادشاهی خود خواهیم پذیرفت. البته اگر این احساساتی که در شما ظاهر می شود یک نوع بیماری است و یک نوع جن گرفتگی است، به خدا سوگند از بین اموال خودمان آنقدر مال جمع می کنیم، بهترین پزشک و طبیب را می خواهیم تا شما را علاج کند و شما خوب شوید. عتبه همینطور یک ریز پیشنهادها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم می داشت و پیامبر به این عقل پوچ این مردک خیره شده بود. همه دنیا در مقابل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پشیزی نمی ارزید. این دعوت رستگاری و سعادت بشریت بود، نه دعوت داد و ستد. اما خب عقل سران قریش این بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم همینطور گوش میکردن و در نهایت گفتند افرغت یا ابوالولید؟ ابوالولید حرفا تموم شد؟ گفت بله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شروع کردند به خواندن آیاتی از سوره فصلت. وقتی که پیامبر به آیه 13 این سوره رسیدند، ابوالولید دست گذاشت روی دهان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و دهان پیامبر را محکم گرفت و گفت بس است. این 13 آیه کیان این مرد را به حرکت درآورد و حقیقت ماجرا را دریافت. ابوالولید با چهره‌ای پریشان و به کلی دیگرگون پیش سران قریش بازگشت. قریشیان با دیدن او دریافتند که این مرد به کلی تغییر یافته است. گفتند ابوالولید چه شد؟ به تفاهم رسیدید؟ گفت اگر حرف مرا میگیرید
بگذارید این مرد کار خودش را بکند، مانع راهش نشوید. این سخنی که من از او شنیده ام این دنیا را عوض خواهد کرد. این سخن را آینده است بس بزرگ. بگذارید اگر عربها به پا خواستند و محمد را کشتند آن چیزی است که شما می‌خواهید، اما اگر عرب دینش را پذیرفت و جهان به دعوت او لبیک گفت، پادشاهی او پادشاهی شماست، عزت او عزت شماست. قریشیان با کمال ناباوری به ابوالولید خیره شده گفتند چه شده است ابوالولید؟ انگار که تو را سحر کرده است. بعد از این که عتبه ابن ربیعه از پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم دست از پا درازتر برگشت و دست خالی به پیش سران قریش آمد و گفت این رو رها بکنید و با اون کاری نداشته باشید، فکر کردن شاید پیشنهادهایی که از طرف عتبه به رسول صلی الله علیه و سلم پیشنهاد شده به این خاطر مورد قبول قرار نگرفته که عتبه به تنهایی این کار رو انجام داده، و از طرف دیگری هم هنوز کاملا ناامید نشده بودند، چرا که جوابی که از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به عتبه داده شده بود فقط تلاوت چند آیه از سوره فصلت بود. اون چند آیه رو هم عتبه چیزی نفهمیده بود از اون زیاد، و صراحتاً جواب مشخصی رو دریافت نکرده بودن. هنوز امید داشتن که بتونن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق پیشنهادهای گوناگون پیروز بشن. از این رو بعد از غروب آفتاب در کنار کعبه با هم جمع شدن و مشورت پرداختن و تصمیم گرفتن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دعوت بکنن و دست جمعی این پیشنهاد رو مطرح بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا از این دعوت خوشحال شدن، به این امید که شاید اینها بپذیرن، اینها قبول بکنن، اینها فرصتی رو در اختیار رسول صلی الله علیه و سلم قرار داده باشن تا صحبت اون رو گوش بکنن. اما وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش اونها آمدند، دوباره همون پیشنهادهایی رو که عتبه داده بود دست جمعی مطرح کردن. اگر این کار رو به خاطر ثروت اندوزی میکنی، ما اینقدر به تو ثروت میدیم تا ثروتمندترین مرد مکه و عرب باشی. اگر به خاطر اینه که در میان ما سردار بشی، آقا بشی، تو رو سردار خودمون خواهیم کرد و بدون مشورت و اجازه تو هیچ کاری رو انجام نمیدیم. اگر پادشاهی ما رو میخوای، تو رو پادشاه خواهیم کرد، پادشاه عرب خواهیم ساخت. و اگر بیماری و جن سراغ تو آمده و نمیتونی و خرج اون رو نداری که بری به خودت رو مداوا بکنی، ما خرج مداوای تو رو کاملا پرداخت میکنیم، بهترین پزشک‌ها رو برای تو میاریم. و اگر قصد تو از این کار این است که ازدواج بکنی، اون جایی که دل تو میخواد بهترین دختران عرب رو به عقد تو در میاریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با متانت همیشگی، با وقار، با استغنای نفس، با خلوص نیت شروع کردن به جواب دادن. این چیزهایی رو که به من نسبت میدید هیچ کدوم از اینها به من مرتبط نمیشه و هیچ کدوم از اینها به من نمیچسبه. به تعبیر ساده تر این وصله ها به من نمیچسبه. من دعوتی رو که آوردم، دینی رو که دارم تبلیغ میکنم، به این خاطر نیست که من ثروت‌های شما رو برای خودم جمع بکنم، به این خاطر نیست که بین شما به درجه و مقام و جایگاهی برسم، به خاطر این نیست که من پادشاه شما بشم، بلکه من فرستاده الله و رسول او هستم. به من چیزی داده شده، دستوری داده شده، وحی به من شده که اون رو به شما ابلاغ میکنم، به شما بشارت میدم رحمت و بخشش الله متعال رو و شما رو بیم میدم و میترسانم از غضب و خشم الله متعال. و من دستوری رو که به من داده شده بود به شما ابلاغ کردم و از باب رحمت و نصیحت برای شما وارد شدم. اگر پذیرفتید خیر دنیا و آخرت مال شماست، اگر نپذیرفتید من در مقابل الله تعالی صبر میکنم، در مقابل این امر صبر میکنم تا الله تعالی بین من و شما حکم بکنه و فیصله بکنه. این تلاش کفار و مشرکین هم بیفایده بود، اما هنوز دست بردار نبودن. پیشنهادهای مختلف میدادن، اول با طمع انداختن، بعد سعی کردن با
شبه پراکنی در رسالت رسول صلی الله علیه و سلم، بدگمان کردن دیگران با درخواست معجزه ها، درخواست امور عجیب و غریب. بعضی وقتا از رسول الله صلی الله علیه و سلم تقاضا می‌کردن تا کوههای شهر مکه رو عقب‌تر ببره تا شهر اونها گسترده تر بشه. شهر مکه، شهری که ما الان در اون هستیم، این شهر مقدس، اطراف شهر، وسط شهر، بیشتر شهر و کوههای بسیار بزرگی در بر گرفته. مردم اون زمانه امکانات امروزی ها رو نداشتن تا بتونن که راحت هر کجایی رو که بخوان کوه ها رو بتراشن و در دل کوه ها برای خودشون بنا درست بکنن، ساختمان درست بکنن. هر گوشه که بخوان کوه ها رو عقب‌تر ببرن تا هر چه بخوان توسعه بدن طرح‌های خودشون رو. گفتن کوههای مکه رو دعا بکن عقب‌تر بره و عقب‌تر بره. چشمه‌های عجیبی تقاضا می‌کردن، چشمه‌هایی که نهرهایی رو جاری بکنه در شهر مکه. مردگان رو زنده بکن. علی خصوص قصی ابن کلاب، بزرگ مرد قریش، و اون بیاد و این بزرگان بیان و شهادت بدن که تو پیغمبر هستی تا به تو ایمان بیاوریم. بعضی اوقات تقاضا می‌کردن تا فرشته از آسمان بیاد، اون فرشته در دوره چشم ما به نبوت تو بشارت بده. و یا اینکه تقاضا می‌کردند خانه‌هایی از طلا، گنج‌هایی عظیم، قصرهایی بزرگ داشته باشند تا به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیارن. حتی کار به جایی رسید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستن تا اون عذابی رو که تو ما رو میترسونی از اون بخواه از پروردگارت تا بر ما نازل بکنه یا قطعه های از آسمان رو بر سر ما ببارونه و ما رو هلاک بکنه. در مقابل همه این تبلیغات، در مقابل همه این درخواست های پوچ و واهی، در مقابل همه این دشمنی ها، رسول الله صلی الله علیه و سلم جوابشون فقط یک چیز بود: من فرستاده الله هم و شما رو بشارت میدم به رحمت و فضل او و میترسانم از خشم و غضب او. اگر پذیرفتید در دنیا و آخرت خوشبختید و اگر نپذیرفتید اون موقع الله بین من و شما حکم خواهد کرد. صلی الله علیه و سلم. الله فاض حنیننا صلوا علیه. ابو جهل به تنگ رسیده بود. محمد میخواد ما رو با برده ها یکسان کنه. این جایگاه و عظمت و شکوهی که ما داریم اینو همشو از دست میدیم. این کرسی زعامت دروغینی که واسه خودشون ساخته بودن در خطر میدید. ابو جهل به این فکر رسیده بود که هر طور شده باید از محمد انتقام بگیره. فکر کرد چه کار میتونه بکنه. آخرش تصمیمشو گرفت. اومد پیش قومش، گفت آهای باید کار محمد رو یکسره کرد. این دیگه داره به نیاکان ما بد میگه، دین ما رو زیر سوال برده، این آلهه و بتهای ما رو داره بد میگه. من تصمیم خودم رو گرفتم، میرم یه سنگ بزرگی ور میدارم میزنم رو سرش و کارش یکسره میکنم. حالا میل خودشون، میخواید منو تسلیم قومش کنید تا تیکه پارم کنن، میل خودتون. میخواید از من دفاع کنید، خب شما و من. و اونا هم دیدن که بله ابو جهل، کاری که ابو جهل میکنه درسته که خیلی خطرناکه، اما نجات اون زعامت دروغینشون در همینه. گفتم برو هر کاری که دلت میخواد بکن، ما پشت سرت وایسادیم. روز بعد ابو جهل منتظر شد تا رسول الله صلی الله علیه و سلم واسه نماز اومدن به خانه خدا. در همین جایی که میبینید اومدن 2 رکعت نماز بخونن. ابو جهل از اون ور رفت، یه تکه سنگ بزرگی رو گرفت، به سختی ورش داشت اومد تا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تو سجده بودن، بلندش کرد که بزنه روی سر پیامبر خدا. در همین لحظات همه نگاه میکردند ابو جهل چه کار میخواد بکنه. ابو جهل دستاش میلرزید، رنگش پریده بود، نمیدونست چه کار کنه. همچنین رنگ پریده اومد این ور سنگو انداخت، فرار کرد. مردم اومدن چی شده ابو جهل؟ بهش میگفتند ابوالحکم.
مسلمونا اسمشو گذاشتن ابو جهل، پدر جهل، مرد که نادون. اومدن ابوالحکم چی شد؟ گفت شما نمیدونید چی خبر شد. اونجا یه شتوری دیدم، شتور وحشتناکی، نیشای این قدری داشت، اینجا میخواست منو بخوره. بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که پرسیدن که چی خبر شده بود یا رسول الله، فرمودند ذلیک جبریل، اون جبریل بود، لو دنا لاخذه، اگر یک قدم جلوتر می اومد جبریل تیکه پارش میکرد. اینطوری این یکی از دهها و صدها توطئه‌های ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که چنین خداوند از رسولش حفاظت کرد. خداوند همیشه در کنار پیامبر و مؤمنان است. قریش حیران و سرگردان مانده بود. مذاکرات با پیامبر اکرم به هیچ نتیجه نرسید، بلکه باعث شد برخی از اندیشمندان قریشی حقیقت دعوت توحید را از نزدیک لمس کرده و در درون آنها آتش جنگی میان مصلحت‌های عالی خود و صدای وجدان حقیقت دوست برافروخته گردد. سردمداران قریش سراسیمه و وحشت زده جلسه های اضطراری پی در پی تشکیل می دادند تا به نحوی مانع رسیدن صدای قرآن به گوش‌های زائران خانه خدا شوند. آنها برای رسیدن به این هدف همه توان فکری و جسمی خود را بسیج کردند. سال هفتم بعثت است، ایام مبارکه حج. مردم از سراسر جزیره عرب به سوی خانه خدا در حرکتند. قریش را وحشت برداشته است. اگر برخی از این آدمهای عاقل و دانشمندان و اندیشمندان عرب مسلمان شوند، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به قریش خبر رسید که طفیل دوسی، یکی از رسانه‌های گروهی بسیار ورزیده آن روزگار، شاعر نامدار و ادیب دوس، برای حج به مکه می آید. گروهی از جوانان قریش پیشاپیش به استقبال طفیل به خارج از مکه رفتند. او را گرفتند، گفتند ای طفیل مواظب باش، همان جوانک قریشی خویش ما در مکه تو را گمراه نکند. جادوگری است بسیار عجیب، نه از جادوگرانی که تو دیده ای. سخنی دارد که هر چه را جادو می کند، بین تو، پدر و مادرت، خانوادت، همه نفرت و جدایی می اندازد. مواظب باش که حرف او را نشنوی. آنچنان طفیل را ترساندند که طفیل پنبه هایی در گوش های خود ماند. آمد دور کعبه طواف کردن. در هنگام طواف محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دید که نماز می خواند. از کنارش رد شد، با خود گفت طفیل تو را چه شده؟ تو یک شاعر و نامدار و ادیب هستی، چرا حرفش را گوش نکنی؟ کم کم پنبه ها را شل کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم احساس کرد کسی می‌خواهد صدای قرآن را بشنود، صدایش را بلند کرد. طفیل با شنیدن آیات کلام الله مجید متأثر شد. وقتی که پیامبر از نماز فارغ شد، طفیل از دور او را تعقیب کرد تا به خانه رسید. چون پیامبر خدا داخل خانه شد، در زد، اجازه خواست و گفت مرا از تو ترسانده بودند، اما آنچه در نماز از تو شنیدم سخن عجیبی بود. می شود مرا با دینت آشنا سازی؟ پیامبر آیات کلام الله را بر طفیل خواند. طفیل اسلام آورد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله پیش ما بیا، ما از شما دفاع خواهیم کرد. اما گویا خداوند متعال این شرف را برای اهل مدینه گذاشته بود. گفت یا رسول الله امر کن، من چه کنم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشان فرمودند برگرد پیش قوم خودت، برگرد پیش دوسیان و آنها را به اسلام دعوت کن. گفت یا رسول الله یک علامتی به من بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کردند، خداوند چهره طفیل را نورانی کرد چون ماه. طفیل گفت یا حبیب الله
اگر قوم من مرا این چنین نورانی ببینند گمان میکنند که یک بیماری چیزی به من سرایت کرده. دعا کن که این علامت جای دیگری باشد. خداوند این علامت را، این نور را به تازیانه او منتقل کرد. تازیانه طفیل چون چراغی بود در شب، راه را به او نشان میداد. طفیل برگشت پیش قوم خودش. تا پدرش آمد گفت نه پدر، نه من نه شما. گفت چه شده است پسرم؟ گفت که من دینی جدید را پذیرفته ام. گفت خب دین شما دین من. پدرش ایمان آورد. همسرش آمد گفت نه، دین من مرا از مشرکان بیزار کرده. گفت دین تو چیست؟ گفت ایمان به خدای واحد. گفت دین من دین شما. همسرش ایمان آورد، مادرش ایمان آورد، ابو هریره جوان دوسی ایمان آورد. یا سبحان الله، ابو هریره دانشمند توسط طفیل ایمان آورد. ابو هریره که 7000 حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را برای ما حفظ کرد، یک نقطه است در میزان حسنات طفیل دوسی. این شاعر ورزیده 1 سال تمام ملتش را دعوت میکرد به اسلام، اما دوسی ها اجابت نکردند. بعد از 1 سال زحمت طفیل بازگشت به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت میکند که یا رسول الله، این دوسیان حرف مرا نشنیدند، دعا کن که خداوند اینها را به هلاکت برساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وضو گرفته دست به دعا بلند کردند. طفیل احساس کرد من چه اشتباه بزرگی کردم. الان رسول خدا دعا می کند و قبیله من دوس به هلاکت می رسند. اما نبی رحمت دست به دعا برداشت و دعا کرد اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، و گفت برگرد به سوی قومت و آنها را به اسلام دعوت ده و صبر کن. طفیل بازگشت به نزد قوم خودش، اونا رو به اسلام دعوت کرد و در فتح خیبر بود که مسلمانان از فتح خیبر باز میگشتند که یک گرد و غباری از دور نمایان شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جویا شدند اینها کیستند؟ خبر آمد که اینها قبیله دوس هستند. طفیل همراه با 80 خانوار از قومش به لشکریان اسلام پیوستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شاد شدند و آنها را در غنایم خیبر شریک ساختند. طفیل در راه اسلام رشادت‌ها به یادگار گذاشت و در جنگ‌های یمامه، در جنگ‌هایی که مسلمانان با مرتدان داشتند، جام شهادت سر کشید. رضی الله تعالی عنه و روحش شاد باد.